گلرخسار صفیه شاعری سرشناس و مهرنگار بهران و فعال جامعه مدنی تاجیک برندگان جایزه بین المللی صلح سیمرغ شدند. این جایزه در 2.5 سال یک بار در بخش‌های مختلف به افراد نمایان تاجیکستان، افغانستان و ایران از سوی بنیاد بین المللی آرمانشهر داده می شود. این سال در قطار 2 نماینده تاجیکستان، 6 نماینده دیگر افغانستان و ایران نیز برنده جایزه صلح سیمرغ اعلان شده. تقدیم جایزه ها روز 10 دکبر صورت گرفته است. بنیاد آرمانشهر میگوید که این سال این جایزه به زنانی از تاجیکستان، افغانستان و ایران داده شد که پاسداران واقعی صلحند، زنانی که از جنگ و جنگ افروزی بیزارند و با ابتکار خود در مقابل آن ایستاده‌اند. این سازمان بین المللی که در پاریس و کابل دفتر دارد از نماینده تاجیکستان گلرخسار صفیه به عنوان شخصیت نام برده است که سالها در راه خودشناسی و هویت ملی تاجیکستان تلاش کرده است.